خوبه دیگه، فرش نیست که قلک مخفی مامانته. میگن این پولا کجا میره؟ نگو هر چی کار میکنی میره تو جیب مامان خانومت. مامان شما مقصر نیستی یا مقصر شوهر بیورزه منه. آره تو راست میگی، من بیورزم. اگه بیورزه نبودم هر سری پولامو قایمکی نمی آوردم بذارم زیر فرش که مادرم بخواد برای برداشتنش خم بشه. اگه ارزه داشتم می آوردم دستاشو میبوسیدم و بهش تقدیم میکردم. الهی قربونت برم. اگه این کارا رو کرده واسه من جمع کرده برد و گذاشته زیر فرش، فکر کردی من چی کارش کردم؟ من خدا رو شکر اون خدا بیامرز اصلا زندگیمو میچرخونم. من دادم یه گوشی، نه گوشی کوچولو بخرم که بتونم زنگ بزنم به شماها و صدای قشنگ شماها رو بشنوم. شما نمیخواد قربون صدقه ما بری، شما حال ما رو نگیر، قربون صدقه رفتن تو پیشکش. ببین درست صحبت کن، تا لباتو ندوختم به هم بلند شو از جلو چشام گم شو برو. دیگه نمیخوام ببینمت تا وقت دادشاه. کمال مادر قربون تو برم الهی، به خاطر مادر زندگی تو به هم بزن. برو دنبالش، برو نزا زندگی تو تعیین کنی. مادر قشنگم قربونت برم، لنگه اینا رو شهر برداشته. تنها موجودی که تکراری نیست و لنگش نیست خودتی مادر قشنگم. بیارم بگید خوب من محبوب من آخه